سلام و شامتان بخیر. به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: اطمینان دهی ناتو از ادامه پشتیبانی نظامی و مالی این پیمان از افغانستان. در فرجامین روز نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل اعلام شد که تا سال 2024 میلادی ناتو کمک سالانه 2.9 میلیارد دلاری را به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد و نیز کاهش شمار نیروهای این پیمان وابسته به پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان است. ناتو از رهگذر نیرو و تمویل مالی نیروهای افغان و کمک‌هایش به افغانستان متعهد می‌ماند. دبیر کل ناتو تاکید می‌ورزد که طالبان باید اراده واقعیشان را برای صلح نشان دهند. شرایط برای صلح با طالبان چگونه فراهم خواهد شد و آیا تلاش‌ها این بار به صلح با این گروه خواهد انجامید؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و آقای مولانا فرید فعال سیاسی بحث میکنیم. مهمانان به بحث خوش آمدین. آقای سجادی، تاکید بر ادامه کمک مالی ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان تا دست کم 5 سال دیگه آیا هشدار است به گروه‌های درگیر جنگ افغانستان از جمله طالبان و میتونه شرایط به صلح فراهم کنه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم مولانا صاحب. از آغاز ورود آمریکایی‌ها برای مذاکره مستقیم با طالبان، موقف اروپایی‌ها و شرکای اروپایی آمریکا در سازمان اتلانتیک شمالی ناتو متفاوت بود. این تفاوت در اظهار نگرانی‌های اونا مشاهده می‌شد. بحث حفظ دستاوردهای 18 ساله، بحث قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و اینکه به هر حال اصلا قابل تصور نیست که بحث امارت اسلامی و بازگشتش اینا به میان بیایه و مطرح باشه. ولی متاسفانه ایالات متحده آمریکا در یک اقدام بسیار شتاب‌آلود که من باور دارم یک خطای استراتژیک بود، وارد شد به مذاکره مستقیم و رویارو با طالبان و این انتظارات طالبان رو بالا برد و اونا رو به این نقطه رساند که گویا ما میتونیم با تشدید جنگ و گسترش دامنه ناامنی در افغانستان به امتیازات بیشتری دست پیدا بکنیم. خطای استراتژیک چی میتونست باشه پس؟ امریکا چه راه داد؟ ببینید، آمریکا به جای این ورود بسیار شتاب‌آلود در مذاکره مستقیم با طالبان از ابزارهای لازمی که در اختیار داشت، به خصوص ابزارهای سیاسی اقتصادی نسبت به پاکستان، میتونست اعمال فشارها رو بیشتر بسازه و زمینه گفتگوی بین الافغانی را فراهم بسازه، چیزی که اونا هم در شعار خود تاکید میکنه. بعد از انتقاداتی که متوجه ایالات متحده آمریکا و روند مذاکره آمریکا با طالبان شد، آمریکایی‌ها تلاش کردن توجیه بکنن که گویا نه، ما در صدد نیستیم که به جای افغان‌ها مذاکره بکنیم، تصمیم بگیریم به جای اونها. ما می‌خواستیم با این مذاکره زمینه را برای گفتگوهای صلح بین الافغانی فراهم بسازیم. اما شما می‌دونید که گفتگوی بین الافغانی زمان امکان پذیر است که یا موازنه وجود داشته باشه یا طالبان احساس بکنه که در عرصه نظامی دیگر امکانی و حتی در عرصه سیاسی دیگه امکان بالا آمدن اینا وجود نداره. ولی متاسفانه ورود آمریکا برای مذاکره مستقیم با اونا رو در یک موقف بالاتر قرار داد و حتی نوع رقابت سیاسی و دیپلماتیک رو در بین کشورها ایجاد کرد که همه کشورها، ایران، روسیه، ازبکستان، خیلی از کشورها تلاش کردند که از طریق مراوده دیپلماتیک با طالبان یک موقف و جایگاهی رو برای خود ایجاد بکنه که این باعث شد وضعیت سیاسی و موقف سیاسی طالبان در عرصه دیپلماتیک منطقه در جایگاه بالا قرار بگیره. طالب این بار در روند صلح چگونه موضع اتخاذ خواهد کرد؟ شبیه موضع پیشین یا موضع ضعیف، در شرایطی که گفتگوی آمریکا با طالبان عملاً متوقف است و این طرف ناتو تاکید میکنه به ادامه حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان دست کم تا 5 سال دیگه؟ من فکر میکنم که این هم تا متوقف ساختن مذاکرات توسط ترامپ و مخالفت هایی که در درون ایالات متحده آمریکا نسبت به این قضیه به وجود آمد و هم موقف اروپا به خصوص فیصله بروکسل که حالا 5 سال دیگر وزیران دفاع ناتو اعلام میکنه که ما در کنار افغان ها خواهیم بود و حمایت لوجستیکی و مالی از اردوی ملی افغانستان خواهد کردیم. همه اینا پیام روشن برای طالبان داره و او که امکان موفقیت در پروسه نظامی وجود نداره. اونا نمیتونه
خواست مردم افغانستان و حمایت های بین المللی از نظام جمهوری و مردم سالاری را در افغانستان نادیده بگیره. لذا من فکر می‌کنم برای گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان با طالبان فراهم که این قضیه میتونه زمینه را برای گفتگوهای رو در رو بیشتر فراهم بسازه. اما یک نکته را میخوایم اضافه بکنم و آن این که متاسفانه بخش عمده از جنگ افغانستان جنگ نیابتی است که ریشه در سیاست قدرت‌های بیرونی داره و ما امیدوار هستیم که حداقل کمترین کمک کشورهای بیرونی میتونه به افغان‌ها بکنه است که از مداخله مستقیم در مسائل افغانستان اگر اونا اجتناب بکنه زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد شد. بسیار تشکر. آقای فرید، دیدگاه شما چه از پابندی ناتو و تعهداتش برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان آیا میتونه شرایط را برای صلح فراهم کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت بینندگان محترم و احترامات خیلی زیاد خدمت استاد بزرگوار جناب سجادی صاحب. واقعا اگر ناتو و کشورهایی که از افغانستان تا امروز حمایت کردین، مخصوصا حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی، اگر اینا صادقانه در 5 سال آینده به تعهدشان استوار بمانند و متفقاً به این نتیجه رسیده باشند که طالب عنصری نیست که بدون فشار و زور آماده شود به مصالحه و در این راه با متانت گام بردارن، 100% طالب چه که امو کسی که حمایت از طالب هم میکنه وادار میشه و ای که باید طالب به میز مذاکره بکشانه مستقیما با دولت افغانستان. چیز بسیار مهمه که شاید ناتو را و شاید باقی متحدین افغانستان و حتی سیاستمدارای داخل افغانستان به شمول دولت افغانستان یک کمی نسبت به این تعهدات بی باور بسازد، ناپیش بینی کردن سیاستمدار در امریکا به نام آقای ترامپ. فقط یک چیز وجود داره که شاید خودت و ما و سایر کسایی که ما و شما را میبینن با این گپ متوافق داشته باشن. اگر ناتو در تفاهم با ترامپ و با مجموع نهادهای دولت امریکایی تصمیم گرفته باشه، تصمیمی است که آدم باید از استقبال کند. یک نکته دوم است که دولت افغانستان و ملت افغانستان در مجموع و سیاستمدارای افغانستان همچنان نباید پشت تکیه بر دیواری باشند که فکر کنند همه چیز دنیا با ما درست میکند و طالب و میز مذاکره میکشاند و پاکستان فشار میبیند و اینا کار خانگی خود انجام ندن. کار خانگی دولت افغانستان، کار خانگی سیاستمدارای افغانستان که اینا متحدن، متفقن، با برنامه و با دست بلند در میدان جنگ که امروز فضل خدا نیروهای امنیتی ما دارن قابل تقدیر هستند. مثلا بعد از 3 سال بزرگترین نقطه‌ای که هر روز مردم افغانستان از او قربانی میداد، قربانی مردم از افغانستان قربانی میگرفت، چشمه شیر، دانی غوری، ولسوالی دانی غوری و چند ولسوالی در این وقت که از دست طالب رفت، مطمئن هستم اگر می کار هم از بیرون و هم از داخل افغانستان به می شکل پیش برود، مطمئن هستم که طالب در کمترین وقت و پاکستان همچنان کارخانگی دولت افغانستان بس خواهیم کرد آقای فرید. ولی آنچه که در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل تاکید شد رویش است که طالب باید اراده باقیش را برای صلح نشان بده. طالب چگونه میتونه این کار بکنه؟ اراده خود در عمل چگونه میتونه ثابت کنه؟ گرچه کوتاه‌ترین راهی که طالب بتونه اراده خود هم به دنیا که یک جریان صلح طلب است، طرفدار جنگ نیست، ثابت بسازد، بیشترین کار را که ناتو میکند با ایالات متحده امریکا فشار بالای پاکستان است. اگر از پاکستان بخواهند که عقبه حمایتی خود از طالب قطع کند، دفاتر طالب از پاکستان بچیند، دیگه کمک لوجستیکی سیاسی به طالب نکند و طالب من حیث یک گروه تروریستی از خاک خود بیرون کند، فکر میکنم کوتاه‌ترین راه امیست که نیت طالب و اراده طالب به دنیا هم با مردم افغانستان ثابت می‌سازد. بسیار تشکر آقای سجادی. باور شما در همین زمینه چی است؟ طالب اگر اراده به صلح داره چطور میتونه در عمل تثبیت بکنه؟ البته بعد از وقفه اگر موافق باشین. ادامه فراخبر بعد از وقفه.
به ادامه فراخبر خوش آمدید. آقای سجادی، طالب اراده خود بر صلح را در عمل چگونه باید ثابت کنه؟ ببینید، یک از گره های کری بحث صلح افغانستان تا هنوز نبودی یک اراده جدی برای مذاکرات صلح در طالبان و حامیان بیرونی طالبان هست. در 9 دوری که آمریکایی‌ها با طالبان مذاکره می‌کردند، در هر دوری که مذاکرات شروع می‌شد، طالبان جنگ را تشدید می‌کردند، عملیات انتحاری و انفجاری را بیشتر می‌ساختند و کشتار بیشتر به راه می‌انداخت و این نشان میداد که یعنی می‌خواد امتیازگیری بکنه و در یک موقف بالا خودش قرار بده تا امتیاز بیشتر بگیره. من فکر میکنم که طالب زمان آمادگی جدی برای گفتگوهای صلح را پیدا خواهد کرد که از حمایت‌های بیرونی ناامید شود. وقتی حمایت بیرونی نباشه، جنگ برای 1 هفته ادامهش برای طالبان دشوار خواهد بود. جنگ هزینه‌های بسیار کلان را تحمیل میکنه و این هزینه از داخل افغانستان قابل تحمیل نیست. اما که حکومت افغانستان از بیرون میگیره، طالبان از بیرون میگیره هزینه‌های جنگیدن خودش را. بنابراین اگر جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و ناتو نظام جمهوری اسلامی افغانستان را به نمایندگی از مردم افغانستان نظام سیاسی مشروع میدانه، دور زدن این نظام و ورود برای مذاکره با گروپایی که در برابر این نظام قرار داره نه توجیه حقوقی داره از نظر حقوق بین الملل، نه منطق سیاسی داره. به لحاظ سیاسی هم نمیتونه موجه باشه. اگر واقعا همکاری استراتژیک بین حکومت افغانستان و ناتو و ایالات متحده آمریکا وجود داره. درست. آقای سجادی، در همین رابطه امروز یک نشست میان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار شد، ولی دولت افغانستان حضور نداشت. پذیرا میشه که دور زدن دولت افغانستان کماکان ادامه داره. بله، ببینید، خب این اجلاسی که در مسکو و جا هست خب طبعا بیشتر برای تبادل نظر هست هنوز، یعنی اما در مورد صلح افغانستان تبادل نظر هست، یعنی میخواد روسیه با جانب ایالات متحده آمریکا و چین به هر حال در ارتباط با این قضیه تبادل نظر بکنه و دیدگاه های خودشان مطرح بکنه که حضور دولت افغانستان مهم نیست. طبعا حضور دولت افغانستان لازم است در این گونه اجلاس ها، ولی تا هنوز متاسفانه نوع این نگاهی که به مسئله صلح افغانستان وجود داشته برخلاف شعارهایی بوده که داده شده. شعار است که مردم افغانستان تصمیم بگیره، اما عملکرد اینه که دیگران داره در بیرون از افغانستان تصمیم میگیره. اگر واقعا ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه اینا به توافق برسن سر مسئله افغانستان، اولین گامی که میتونه برای تامین صلح در افغانستان اینا برداره اعمال فشار روی پاکستان و قطع کردن مراکز حمایوی و تجهیزاتی طالبان هست. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم به سادگی طالبان حاضر خواهد شد که روی میز مذاکره بین الافغانی بنشینه و مشکلات خود را با مردم خودشان و سیاستمداران افغانستان حل فصل کنه. آقای سجادی، اگر در گذشته اراده وجود نداشته، طالب اراده بر صلح نداشته و حامیانشان اراده بر صلح نداشتن، پس باید مذاکرات آمریکا با طالب اینجا از جایی که این بار از جایی که متوقف شده بود باید آغاز نشده، با شرط ها و پیش شرط های تازه آغاز شده. من فکر میکنم که چیزی را که آمریکایی‌ها با طالبا شروع کرده بودن از آغاز یک پروسه ناقص بود. چرا؟ برای اینکه اون که در نهایت به او رسید صلح بین آمریکا و طالبان بود، نه صلح بین طالبان و مردم افغانستان یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان. ما وقتی بحث از صلح مطرح میکنیم یعنی اینکه نظام سیاسی موجود باید حمایت شود. اگر چنین است، ما باید، یعنی ایالات متحده آمریکا و کشورهای بیرونی باید زمینه را برای گفتگوی بین افغانی فراهم بسازه. امضای یک موافقتنامه‌ای که در اون نگرانی‌های آمریکا مرتفع شود الزاماً به رفع نگرانی مردم افغانستان نمی انجامه و دقیقاً از همین منظر این گفتگوها و این اعلامیه مورد نقد قرار گرفت، برای از اینکه اونا میای تصمیم بگیره که آمریکایی‌ها به اونا بگه که ما خارج میشیم، شما از این به بعد ما رو مورد حمله قرار ندید. آیا مگر در مورد آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان طالبان تصمیم گرفتن که در مورد خروج آمریکایی‌ها از افغانستان طالبان باید تصمیم بگیره؟ اگر آمدن آمریکا در افغانستان بر اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد بود و او هم با رضایت مردم افغانستان
امروزه در برابر این مسئله نظام به نام جمهوری اسلامی افغانستان قرار داره که از نظر حقوق بین الملل حاکمیت مردم افغانستان رو تمثیل میکنه. اینا باید با آمریکا بنشینه روی جدول زمانی خروج قوت‌های آمریکایی از افغانستان توافق بکنه. این فرمت مذاکرات بین آمریکا و طالب باید آغاز شود یا نشه؟ من فکر نمی‌کنم که فرمت مذاکره بین آمریکا و طالبان در نهایت اگر منجر به گفتگوهای بین افغانیین نشود سودی برای مردم افغانستان نخواهد. بسیار تشکر. آقای فرید، نشست چهارجانبه امروز در مسکو بدون حضور دولت افغانستان برگزار شد. چرا به بار شما هنوز دولت افغانستان دور زده میشه؟ خب یکی از جمله مسائلی که دولت افغانستان و مردم افغانستان نسبت به نشست ها و نسبت به میانجیگری هایی که در اطراف افغانستان صورت میگیرد همین دور زدن دولت افغانستان است و این خودش میرساند که دنیا در آوردن صلح در افغانستان جدی نیست، مخصوصا اطراف افغانستان. نقطه را که استاد اشاره کردن در یادداشت ما بود و همیست که اینمی نشست چهارجانبه بهترین جای نقطه فشار برای پاکستان است تا ای که در اطراف قضیه بحث بکنن و تا ای که قضایا را از دور سرش بحث کرده بیاین به یک نقطه برسن و باید سه کشور برای پاکستان بگوید که پاکستان عامل جنگ در افغانستان خودت هستی و تو نیتت به ما واضح بساز که تا چه وقت از طالب حمایت میکنی و از پاکستان نخواهند که درست. ولی آیا همه سه کشور همونطور فکر میکنن؟ گفتم که باید دیگه دولت افغانستان در همچی یک جایی که دو پاکستانو که حامی تروریسم است کشتار در افغانستان را انداخته، مردم ما را هر روز میکشن، نظام ما را میخواه به اغما ببره، با او در یک طرف قضیه است، دولت افغانستان در یک طرف قضیه باشه و او هم کسی باشه از صلح داد بزنه و دولت افغانستان هم از صلح داد بزنه، هم قربانی هم کسی که مردم میکشه. چیز عمده که از اول تا آخر سرش آدم باید بحث بکنه ایست به نظر ما تا زمانی به صلح باور نباید داشته باشیم ولو که طالب آماده شود. ما با گروپ های سیاسی در افغانستان میبینم نامش نشست بین الافغانستانی مینامم، هیچ وقت ما به صلح نمیرسیم. عمده ترین کلید صلح زمان قفل صلح باز میکند که او وقت دولت افغانستان طرف اصلی مذاکره باشه و تمام سیاسیون هم تحت چتر دولت افغانستان از یک عایده که افغانستان است، جمهوریت است، قانون اساسی است، آزادی بیان است و سایر دستاوردها دفاع بکنن، ما او وقت میگوییم که ما به صلح میرسیم. نشست 3 روز بعد در بیجینگ به بار شما چه روزنه‌ای را باز خواهد کرد به صلح؟ از نظر ما هیچ روزنه‌ای را، بازم استیج بخشیدن به طالب است، بازم وجاهت سیاسی بخشیدن به طالب است، بازم امو روحی که از طالب توسط توییت ترامپ شکسته شده بود بازم ترمیم اون امو روحی است. ولی ظاهرا هیئت دولت افغانستان شرکت میکنه در نشست بیجینگ. ما حتی از نظر خود من دولت افغانستان در همچی یک نشسته که جایگاهش مشخص نباشد، از آدرس خودش صحبت نکند به نام دولت، ما شرکتش لازمی نمیدانم و این یک نوع پایین آمدن یک موقف دولت در سطح یک اپوزیسیون است، در سطح یک نهاد سیاسی است. بنابراین نباید دولت این جایگاه خود از دست بده، نباید در همچی یک جایی که تعریف دولت مشخص نباشد شرکت بکنه. ولی آنگونه که گفته میشه شرکت خواهد کرد هیئت دولت افغانستان و فهرست هیئت هم با حکومت چین شریک خواهد شد. آقای سجادی بار شما چی از اهمیت نشست بیجینگ چه خواهد بود؟ خب ببینید مسئله دارای چند بود است. من فکر میکنم که این نشست ها در صورتی که منجر شود به درک روشن طالبان از وضعیت در افغانستان خوب خواهد بود. در صورتی که
منجر شود به فهم دقیقتر عوامل استمرار جنگ در افغانستان و مداخلات پاکستان بازم مفید خواهد بود. طالبان باید فهمیده باشه که امکان بازگشت به امارت اسلامی وجود نداره. نسل جدیدی در افغانستان ظهور کرده که با مفاهیم دموکراسی، آزادی بیان، حقوق اساسی مردم و اتباع و امثال اینا مانوسه. همه اینا رو نمیشه نادیده گرفت. ولی آیا تا به حال فهمیده ببینید این رو باید بفهمه. یعنی مشکل میه که نفهمیده یا نمیخواد بفهمه. این رو باید بفهمه و حامیان طالبان هم باید این رو بفهمه و با اونا بفهمانه قضیه را. من فکر میکنم که در بین طالبان کسایی هستن که میفهمه این مسائل رو، یعنی تغییرات نسبی در برخی از رویکردهای اونا تا حدودی مشاهده میشه. اما متاسفانه وقتی که محیط منازعه به گونه نامتوازن شکل میگیره و اونا احساس میکنه که از طریق کوبیدن بر طبل جنگ میتونه به امتیاز گرفتن بیشتر دست پیدا بکنه، طبعا اونا آمادگی برای گفتگوی بین افغانی نشان نمیده. تا هنوز طالبان هیچ گونه نشانه ای را از خود بروز ندادن که آمادگی داره با حکومت افغانستان و سیاسیون افغانستان روی یک میز بنشینه و مشکلات رو روی میز بندازه، راه حل پیدا بکنه. وقتی این چنین باشه شما نمیتونید، اصلا ما هنوز وارد پروسه گفتگوهای صلح بین افغانی نشدیم. تا هنوز آنچه که بودم تو که عرض کردم، اگر مذاکره بین طالبا و آمریکایی‌ها بوده، بحث مشکل آمریکایی‌ها و مشکل طالبا اونجا بیشتر مطرح شده که من فکر میکنم این در نهایت در راستای منافع ملی افغانستان و همین نظام سیاسی موجود نبوده متاسفانه. بنابراین در گفتگوهای بیجینگ اگر این زمینه فراهم شود که طالبان مستقیما با نمایندگان مردم افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان بنشینه و این سرآغاز ورود به این گفتگوها اگر باشه، از این زاویه من فکر کنم که میتونه مثبت باشه. که به نظر میرسه ای است که خواهند نشست با این نمایندگان، ولی نه به عنوان نمایندگان حکومت افغانستان یا دولت افغانستان، بلکه همانند پیش به عنوان طبعا همچون که در دوحه اتفاق افتاد و قضیه را تعقیب اینا خواهد کردن. ولی خب ما امیدوار هستیم که در نهایت به این واقعیت اینا برسه که راه جزئی وجود نداره. تصوری را که اونا میکردن که آمریکایی‌ها خدمتتون عرض کنم میرن، خارجی‌ها میرن و ما به سادگی نظام جمهوری اسلامی رو چپه میکنیم، امارت اسلامی رو میاریم. ببینید بحث مردم افغانستان است. واقعا اگر طالبان اگر زمینه فراهم شود که طالبان وارد شود در پروسه دموکراتیک و احترام گذاشتن به رأی مردم، من فکر نمی کنم که مردم افغانستان رو بتونه مجاب بسازه برای برگرداندن به مدلی به نام امارت اسلامی افغانستان. بنابراین نه تطبیق شریعت، نه تطبیق یک مدل سیاسی که زنا با زور، با شمشیر، با اجبار امکان پذیر نیست. شما بالاخره اگر میخواهید که مدلی از نظام سیاسی را در مملکت پیاده بکنید، اون نیازمند اطاعت مردم و حمایت مردم هست. با توجه به تغییراتی که به وجود آمده، من فکر میکنم طالبان منطقی خواهد بود که در درون نظام به نام جمهوری اسلامی افغانستان که هم اسلامیه، هم تامین کننده خواست انسانهای قرن 21 امروز ماست، در درون ای بیای وارد پروسه مبارزه سیاسی شد. تشکر. آقای سجادی، با توجه به آنچه که در جریان است، در جمع‌بندی فاصله ما تا رسیدن به صلح به بار شما در حال کمتر شدن است یا نه هنوز قابل اندازه‌گیری نیست؟ من امیدوار هستم، من مثبت میبینم برای از اینکه هر چه زمان میگذره طالبان بیشتر پی میبره که استراتژی جنگی اونا ناکام است. اونا نمیتونه در نهایت از طریق جنگ و بسیج مردم به نام جهاد نظامی را که برآمده از رأی مردم و خواست مردم چپه بکنه. بنابراین اونا راهی نداره جز که روی میز مذاکره بنشینه و روی میز مذاکره راه حل پیدا بکنیم برای آینده. آقای فرید، در همین زمینه فاصله ما تا صلح در حال کمتر شدن است؟ یک نکته را که بسیار زیاد مهم است، اگر زلمه خلیلزاد از جایی که مذاکرات قطع شده بود بیاید از اونجا شروع بکند، ما به هیچ نوع صلح نمیرسیم. و دو زمان هم خلیلزاد نمایندگی از امریکا میکند، نه از افغانستان، چرا دولت افغانستان هم زبان دارد، هم استدلال دارد. بنابراین اون نوع مذاکرات نوید به نزدیک شدن نیست، بلکه طالب به جایگاه بلندتر میرسانه و خواهشاش بالاتر میبره. بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه و سپاسگزار همه بیننده های فراخبر. شب بخیر.